یادته گفته بودی دیگه نمیزنم، دیگه آخرین باره، ولی دوباره تکرار کردی. چرا؟ چون بهش عادت کرد. به جای اینکه بری پی عادات مثبت، میری به طرف عادات منفی. یعنی تو رو از هدفت دور میکنه، از اون شخصیتی که قرار بود توی مغزت بسازی و بهش برسی. هر روز داری دور میشی. خودارضایی یکی از دلایل مهمه که تو رو از هدفات داره دور میکنه. هر روز لحظه به لحظه که به خودارضایی فکر میکنی، داری از اون شخصیتی که ساخته بودی تو مغزت دور میشی و این مهمترین دلیل برای باخت توه. فکر کنم خوب شروع کردیم و فهمیدید که ترک این عادت اهمیت بسیار زیادی داره، چون خودارضایی مستقیم روی مغزتون اثر میذاره. اینجوری بگم، وقتی که این کار رو انجام میدید، مغز شما تو فشاره، یعنی این صحنه رو داره میسازه، بدلکاری میکنه. به زور دارید بهش میفهمونید که آره من این کار رو میکنم، ولی این چیز اصلا اتفاق نمیفته، فقط صحنه سازی. این میتونه آسیب بسیار زیادی به مغزتون برسونه، شما رو ناامید میکنه، ناراحت میکنه، وقتتون میره، از هدفاتون، از شخصیتتون کم میشه و از همه بدتر اینا رو همه شما میدونید و باز هم این کار بد رو دارید ادامه میدید. اینو خودتون بهتر میدونید. بیشتر از خودارضایی هیچ چیزی نمیتونه به شما لطمه بزنه، چون از همه نظر بهتون داره صدمه میزنه، ناامیدتون میکنه، روانیتون میکنه، اعصابتون رو به هم میریزه، وقتتون رو میگیره، شما رو تنبلتر از دیروزتون میکنه. از همه مهمتر نمیذاره یه بدن رو فرم و بهتری داشته باشی. هر روز نابودتون میکنه، داغونتون میکنه. اینا رو هممون میدونیم و با وجود اینا و با وجود این که میدونیم داریم ادامه میدیم. چرا؟ چون نتونستیم ترک کنیم. خواستیم ولی نتونستیم. بذارید اینجوری توضیح بدم. من خودم مثال بزنم. وقتی میخواستم ترک کنم یه هدفی رو مشخص میکردم. مثلا به خودم میگفتم که امیر نباید یه هفته دست به این کار بزنی. شروع میکردم. روز اول هیچ نبود، روز دوم یه فکرایی میومد ولی نه، مهم نبود. روز سوم میخواستم بکنم اما میگفتم نه، هدف دارم، باید به اون هدفه برسم، باید اون یه هفته رو کامل کنم. روز چهارم دیگه نمیتونستم، میزدم و برمیگشتم به روز صفر. دوبار میگفتم امیر باید بتونی، 3 روز تونستی، این بار یه هفته رو میتونی. آره، یه چند روز میگذشت، بازم دوباره برمیگشتم. هممون اینجوری میگیم که آره یه ماه نمیزنم، ولی چند روز میگذره، دست به این کار میزنید و باز میشه روز صفر، برمیگردید به صفر و از همه مهمتر ناامیدتر از دیروزید. چرا؟ چون خواستید و نتونستید. دلیل این میدونید چیه؟ من میدونم. دلیلش اینه که شما محرک ها رو نمیشناسید. وقتی گوشی رو میگیری دستت، میری به اینستاگرام، اسکرول میکنی، میری پایین، میری پایین، میری پایین، بعدی آها اندام برجسته، یه خانم اندام برجسته، آره لخته، داری این کار میکنه. این شما رو میکشه به طرف خودارضایی. این داره وسوسه‌تون میکنه که برید دست بزنید به این کار. فقط یه ویدیو میتونه تموم افکار شما رو تغییر بده، تموم هدفهای شما رو به هم بریزه. تا وقتی که نتونید این محرکاتون رو بشناسید، هیچ وقت نمیتونید ترک کنید. باید بدونید که کی حس خودارضایی کردن بهتون دست میده
وقتی که اینجوری توی اینستاگرام میچرخید و یه اندام برجسته میبینید، یا وقتی تنها میمونید، یا وقتی استرس دارید، یا وقتی با خانواده‌تون بحثتون شده، یا وقتی تنها میمونید، باید اینو بدونید که کی این حسه بهتون دست میده. هر وقت به این سوال تونستید جواب بدید یعنی 70% راه رفتید. هر وقت تونستید که محرک‌ها رو پیدا کنید یعنی 70% راه رفتید. و سوال دوم اینه که بعد از این که محرک‌ها رو پیدا کردیم چی؟ بعد از این که محرک‌ها پیدا شدن باید اونا رو جایگزین کنیم. مثل این وقتی داشتی اسکرول میکردی یه اندام برجسته دیدی، دستتو روش نگه داشتی، به جای این میتونی گوشی رو ببندی بذاری کنار، پاشی چند تا شق بزنی، گوشی رو ببندی بری یه دوش آب سرد بگیری، گوشی رو ببندی بری یه لیوان آب بخوری، گوشی رو ببندی یه کتاب باز کنی، یه 10 صفحه کتاب بخونی تا از اون محرکه از ذهن تو دور بشه. تا وقتی جایگزینش نکنی هیچ کاری نمیتونی بکنی. کار نادرست باید جایگزین بشه، جز این هیچ راهی نداره. باید به جای عادت بد یا عادت خوب بیاد. تا اینجاش اوکیه، ولی بعد از این باید یه کارهای دیگه بکنیم. این که وقت خوابمون رو بشناسیم، اینو بدونیم که کی باید بخوابیم، کی باید بیدار شیم، کی باید کار کنیم، کی باید استراحت کنیم. کنار اینا هم بدونیم که کجا باید بخوابیم، کجا باید کار کنیم. منظورم اینه که تو تخت خواب نباید درس بنویسی، تو تخت خواب نباید مطالعه کنی. یه صندلی مخصوص داشته باش، وقتی میخوای کتاب بخونی برو اونجا بشین کتاب بخون. وقتی که میری تخت خواب جای استراحته. وقتی میری تخت خواب کتاب هم دستته 100% تو رو خواب میبره. ولی صندلی بشینی تا وقتی اون کتاب کنار نذاری خوابت نمیبره. باید بدونی کجا چی کار کنی، کجا استراحت کنی، کجا بخوابی، کجا کارتو انجام بدی. تا اینجا امیدوارم تونسته باشم منظورم رو بهتون برسونم، دستتون رو بگیرم. من وظیفم دونستم که درباره این عادت بد، درباره این چیزی که واسه هممون شده دردسر، خواستم کمکتون کنم. اون اطلاعاتی که داشتم رو به اختیارتون بذارم. همونطور که تو ویدیو اول گفتم قراره اون نسخه‌ای که تو مغزمون داریم تلاش کنیم، اون نسخه لول آپمون تلاش کنیم و هر روز یه لول بریم بالاتر، یه چیز جدیدی یاد بگیریم و عادت بدمون رو با عادت مثبت جایگزین کنیم. امروز هم خواستم درباره این موضوع بد، خودارضایی، یه کمکی براتون بکنم. مثل همیشه میخوام امروز بشه اولین روز تغییر زندگی.